صحیح مسلم حضرت انس ابن مالک روایت میکنه ان نبی صلی الله علیه و سلم ترک قتل بدر ثلاث. حضرت صلی الله علیه و سلم همین کشته های بدر 3 روز ترک کرد. 26 نفر رهبرای قریش سردارا را در یک چاه انداخته بودند. قلیب میگن، قلیب بدر. هم فرمان داده بود حضرت همش در یک جا انداخته بودند. 3 روز حضرت بعد غلبه در بدر در همونجا ایستاد. عادت حضرت همین بود است که جایی در غلبه میکرد 3 روز می ایستاد که مقصد همین جایی مگر یک گپ داشته باشه بو بیوی مرحمت بو هر سه دعوا و جنجال نکنه که همین گریختن مسلمانو غلبه کردن گریختن. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. نکنه که همین گریختن مسلمانو غلبه کردن گریختن. یا الله. 3 روز میگن از همون خلیب از همون چاه ناومد. روزی بعد روزی 3 وقتی که اومد میگه بالای سرش ایستاد و ندا کرد. گفت یا ابو جهل ابن هشام، یا امیه ابن خلف، یا عتبه ابن ربیعه، یا شیبت ابن ربیعه. همین نامی همین 4 نفر رهبروش گرفت. ای ابو جهل، ای امیه فرزند خلف، عتبه و شیبه پسرای ربیعه، الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا. آیا گفت وعیدی را که خدای تعالی نسبت تو کرده بود به حق یافته که خدای تعالی خار و زار تو میکنه گفته بود؟ آیا خار و زار بودن تو نه شما همین در کرده خطو؟ فاینی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا. من میگه اون چیزی را که خدای تعالی وعدم کرده بود، نصرت، پیروزی، سربلندی، اینا بر حق دریافته باشه. حضرت عمر ایقافا می اومد است. وقتی ندای پیغمبر شنید گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف یسمع و قد جیفو. اوخی یا چه خیلی میفهمن یا علاقه بو گرفتگیان کرمشو زده است اینا ایجو میفهمن صدای ترا. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت والذی نفسی بیده ما انتم باسمع لما اقول منهم. قسم به الله که جان من در قبضه قدرت اوست، شما از اونا خوبتر نمیفهمی گپ ما. همین چه خیلی که شما میشنوه همواره همین خیلی شنیده استیان. ولکنهم لا یقدرون ان یجیبوا. فقط قدرت جواب گفتن ندارن اونا. همین خاموشیشو عیبیشو بگید دیگه جواب گفتن نمیتونن. اما هر چیزی که میگم هر مذمتی کرده استشون نسبتشو شنیده استیان. سبحان الله. این جنگ نه خیلی جنگ بود. بسیار مفصل صحبت کردگی ما در اون جمعه اطراف بدر این رو به یک نشست دو نشست بود کرده نمیشه. مفصلا صحبت کردگی همین تاریخ اسلام هایی مسلمان ها باید تاریخ مشرفی که چون بدونن. یا واقعی شدگی در اون بدر که ایمان آدم آب میخوره. یا حضرت صلی الله علیه و سلم استودادن گفت و سارعوا الی مغفرة من ربکم. آیه قرآن تلاوت کرد و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. شتاب کنه مسلمانا به سوی رحمت و مغفرت پروردگار تو، شتاب کنه به سوی جنتی که پهنه او جنت برابر 7 آسمان و 7 زمین است. پهنش برابر کائنات هم است. الله اکبر. میگه شخصی همینجا ایستاده بود والله اعلم با نام عمرو ابن حمام خرما میخورده است. در دستش چند خرما را گرفته است، خرما خورده است، زفت را کرده است. گفت یا رسول الله همین کلونه یعنی چیه یالی بید مقصد که همین خداوند متعال به خاطر اون که شما وسیعیش بفهمه گفتگی عید وسیعتر و کشوتر به اون نعمتی که در اون جای حساب نداره. نه چشم دید است، نه گوش شنید است،
نه در گوشه خاطر کسی خطور کردگی، حتی یکون کس امکان فانتزی رو بد کردنش نداره. بچه عجب جویی بده است. سه خرمای دیگه در دستش مونده است، یا دیگه شد دانش پرتو گفت دیر میشوه، دیر میشوه، گفت باقی مونده شد پرتو رفت در جنگ شهید چی. الله اکبر. عجیب مردایی بودن، عجیب غیرت و حمیت و ناموسی داشتن. یک حماسه قهرمانی مسلمان ها هم متحد شدن، بعدی هم دیگه یک شدن، دیگه تقسیم کنه گم شید به همین. انا تصور کن که اوسی هوش جدا حساب میکردن، خزرجی ها جدا حساب میکردن، بعدی همین دیگه انصار شدن میکردن. مهاجری که ایام اومدن جدا میکردن، همه دیگه همین فقط مهاجر انصار شد، همه یک جویا شدن. اخیر الامر شدن مسلمان امت محمد صلی الله علیه و سلم. خدا رحمت کنه حضرت مولایی را. میگه چور کس رو داد مرد یک دیرم، اون یکی گفت این به انگور دیرم. چور مسافر شدید بیان در یک کروسه رو یک آدم میبینه دلش میسوزه، رنگشون قوری موری همه غمخور بوده است، یا دیرمشو پرتوف به خاطر خدا گفت استفاده بره. اون یکی یک تاش فرزوان بوده است، گفت بچه میرم در یک دیرم انگوری محشر همه خرم یارو میزنیم شکم سری. اون یکی دیگر عرب بود گفت لا من عنب خواهم نه انگوره دقا. او یک نفرش عرب دست، یک انگوره چکارش میگیری؟ عنب میگیری. عنب همین انگوره به زبان عربی. اون یکی ترک بدو گفت ای بونم من نمیخواهم عنب، خواهم ازوم. یا تاش ترک بودست، یک گفت عنب در کنه ازوم میگیری. اون یکی رومی بگفتیم قیل رو ترکن خواهیم استوفیل رو. یک تاش رومی بودست، این بچه استوفیل شما هم میشه هم انگور میشه. میگه که مشت بر هم میزدن از ابلهی، پر بدن از جهل از دانشتهی، عقل فراست نه. یا آدم همینه که بفهمونه شو خیستن دست بگریبون هم دیگر را کفته استیم. صاحب شیر عزیزی صد زبان، گر بدی آنجا بیدادی صلح شد. همینجا اگر یک شخصی عاقل، یک شخصی مقصد که محیب میشید که میخواست که بین امی و صلح صلاح شود، در همین لحظه همه مشکلشون حل میکرد. میگه چه بچه برای چی جنگ دوره خونه بودو، هم آدم یک چیز طلب کرده استه. و حضرت میگه ده قبیله کوس خزرج نام داشت، یک زی دیگر جان خوناشام داشت. کینهای کهنشان از مصطفی محو شد در راه اسلام و صفا. انا ده قبیله به دست درمو مدینه منوره رم. نام یک قبیلهش خزرج است، یک قبیله دیگرش اوس. به هم دیگر به حد دشمنی داشتن که هر سال یا همه یک ستریلکه زدگی جمع شدیان جنگ میکردیان. بهترین جوان مردا، غیورترین جوان مردا در همین جنگا کشته میشد. خون از خدا جوتا بازارو در دست شو، تجارت همه را غصب کردگی کیف صفا کرده میگشتن در مدینه. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدای تعالی میگه همین انصارا که با هم رسمانی پروردگار چنگ بزنیم و تفریقه نه اندازه. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. با یاد بیاره نعمت های پروردگارا که آخه شما دشمنای جانی بده، در قصد خونی همدیگر بده. پروردگار شما را گرفت برادر کرد، به نعمت پروردگار شما برادر شده، انصار شده. در دنیا دیگه اوس خزرج جدا نکردن، بعد هم دیگه همش همین انصار شید. انصار الله، انصار رسول الله صلی الله علیه و سلم.